سلام، من فائزم، مدرس و منتور زبان آلمانی و این اولین ویدیو یوتیوب منه. من بالاخره کمالگرایی رو کنار گذاشتم. من همیشه توی زندگیم فکر می‌کردم که جزء آدمای عملگرا هستم. یعنی وجهی که از من همیشه نمایش داده میشه، اون چیزی که آدما از بیرون از من میبینن، همیشه یه دختریه که خب برنامه داره، به کاراش میرسه. و اینو از کجا متوجه شدم؟ از اونجایی که یه سری از دوستای من برگشتن گفتن ما دوست داریم جای تو زندگی کنیم، و وقتی دلیلش رو ازشون پرسیدم گفتن تو خیلی آدم موفقی هستی، تو خیلی آدم هستی که با برنامه پیش میری، ولی من خودم راجع به خودم همچین تصوری نداشتم. و من اینجا بود که به این نتیجه رسیدم که من اصلا آدم عملگرایی نیستم، من کاملا یه آدم کمالگرام. چون همین ویدیو یوتیوبی که قرار بود برای اولین بار بگیرم، یا همین کانال تلگرامی که قرار بود برای اولین بار راه بندازم، یه عالمه وقت و زمان و انرژی از من گرفت، فقط به خاطر اینکه من خودم رو قانع کنم که قطعا اولین پست دادم، قطعا اولین پادکست دادم بهترین پادکست دادم نیست. و من نمیتونستم این رو بپذیرم که الان ویدیو یوتیوب بگیرم بدون میکروفون، یا بیام پادکست درست کنم فقط با میکروفون گوشی، و این خیلی برای من سخت. سنگ خطر دیگه ای که داشتم برای اینکه یهویی به خودم اومدم و دیدم که من واقعا آدم کمالگرایی هستم دیروز بود. خب من منتور زبان آلمانی ام و بچه‌ها کمک میکنم که چطور این زبان رو بخونن، و از اونجایی که خودم 5 سال تقریبا با خوندن این زبان و آموزش دادنش درگیرم، خیلی بهتر بچه‌ها رو درک میکنم. و من یه شاگردی دارم به اسم محمد مهدی داشت برای من توضیح میداد که حالا توی این هفته چطور درس خونده، و من بهش گفتم که ببین یه لحظه صبر کن، تو دچار وسواس فکری و کمالگرایی شدی توی درس خوندن. بعد گفت نه. گفتم چرا؟ واقعا دچار این قضیه شدی؟ چطور؟ اینجوری بود که بهش گفتم تو یه محمد مهدی درون داری که این با یه پتکی بالا سر تو وایستاده. تو هر باری که درس میخونی این از بالا بهت نگاه میکنه، میگه که مطمئنی که متوجه شدی؟ و تو دوباره فکر میکنی، میگی که حالا یه دور دیگه میخونم اشکال نداره. بار دوم اون قسمت اولی که مورد داشتی الان برات رفت شد، و محمد مهدی فکر میکنه خب بار سوم میخونم. دفعه بعدی یادت فلان جا رو که اولین بار که میخوندی متوجه نشدی، الان متوجه شدی، و این باعث میشه که تو یک دور دیگه شروع کنی به خوندن درس. گفتم تو دچار کمالگرایی شدی و دچار وسواس فکری. اگر بخوایم این رو بیاریم توی زبان خوندن، مثل این میمونه که شما 50 بار کتاب رو ورق بزنی و 50 بار یک مبحث رو بخونی. توی زبان خوندن حداقل با توجه به تجربه‌ای که من دارم، خوندن زبان اصلا مهم نیست، تو توی زبان نخونی. اما یه نکته خیلی مهمه، اینکه تو باید کاربردی زبان بخونی. یعنی چی کاربردی زبان بخونم؟ یعنی اون کمالگرایی رو بذار کنار، اون قسمتی از زبان رو انتخاب کن برای خودت، اون قسمتی از زبان رو برای خودت بردار که فردا که رفتی سر کلاس حضوری، فردا که رفتی سر کلاس آنلاین، بتونی یه جمله با اون گرامر یا با اون کلمات بگی. اگر این کار رو برای خودت انجام دادی، بار خودتو بستی تو زبان خوندن. اما اگر نتونی کاربردی زبان بخونی، نتونی از اون 50 تا کلمه‌ای که در روز میخونی استفاده کنی، تو هیچ وقت پیشرفت نمی‌کنی. ما الان تو دنیایی هستیم که همه چیز برمیگرده به مهارت، همه چیز برمیگرده به نتیجه. دیگه کسی با هوش و استعدادش به جایی نمیرسه. اگرم برسه قطعاً یه مهارتی پشتش بوده. شما باید مهارت این که من نشون بدم که چی بلدم رو به خودتون ثابت کنید. به خودتون بگید من بلدم کاربردی درس بخونم، من بلدم چیزی که درس خوندم رو در روزمره نشون بدم.
برای مثال شما فکر کنید یه فیلمی دارید نگاه میکنید، یه کلمه، یه جمله، یه اصطلاح باحال از توی این فیلم یاد میگیرید. کاری که انجام میدید اونو برمیداری، یادداشتش میکنی، یاد میگیری، تحلیل میکنی برای خودت و بعد توی کلاس ارائه میدی. بعد توی یکی از متنات مینویسی. اگر توی یه نوشته‌ای بهش برخورد کردی میتونی تشخیصش بدی. حالا من برای خودم چطور تصمیم گرفتم کمالگرایی رو بذارم کنار؟ اولا اینکه به این نتیجه رسیدم که فائزه، تو نمیتونی همه چیز رو با هم داشته باشی و بعد شروع کنی، اما میتونی شروع کنی و توی مسیری که داری میری کم کم همه چیز رو به دست بیاری و خودت رو ارتقا بدی و کیفیت کارتو بهتر کنی. پس این شد اولین قدم من که منتظر نمونم اوضاع خوب بشه، شروع کنم، ولی در جهت خوب شدن اوضاع هم تلاشمو بکنم. دومین مطلبی که خیلی باعث شد من این کمالگرایی رو بذارم کنار، این که خیلی خوشم اومد از اون وجهی که آدما از من میدیدن که خب آدمیه که به کاراش میرسه، آدمیه که ورزش میکنه، آدمیه که تغذیه خوبی داره، آدمیه که به قول آدما موفقه. خیلی از این وجهه خوشم اومد و گفتم چرا واقعا همچین چیزی رو نداشته باشم. اون چیزی که آدما از خودشون توی ذهنشون از من ساخته بودن خیلی برام جذاب بود. به خاطر همین کمالگراییمو گذاشتم کنار، اینکه همه چیزو با هم میخواستم گذاشتم کنار و گفتم دلم میخواد به اون تبدیل بشم. حالا اولین قدم چیه؟ اولین قدم اینه که کتابمو باز کنم، یه 10 خط کتاب بخونم. حالا اولین قدم چیه؟ اولین قدم اینه که کانال یوتیوبم را بندازم و اصلا مهم نیست که چه اتفاقی میفته. من انقدر از دیشب به خاطر اینکه بخوام ویدیو بگیرم ذوق داشتم که احساس میکنم تمام مطالبی که میخواستم بگم تو خواب برام مرور شده و این ذوقی که الان دارم لذتش خیلی بیشتر از اون زمانیه که فکر میکردم یه زمانی کانال یوتیوب داشته باشم، بتونم مخاطب خودم رو داشته باشم و بتونم باشون حرف بزنم. الان نتیجه برام مهم نیست، الان راهی که میرم مهمه. شما اگر مداوم بخواید روی نتیجه تمرکز کنید هیچ وقت به نتیجه نمیرسید و هیچ وقت انگیزه کافی رو ندارید. اما اگر بیاید یه تفکر آنتی داشته باشید، یه تفکر ضد، یه تفکر برعکس اگر داشته باشید به نتیجه میرسید. یعنی چی؟ یعنی اینکه من با خودم قرار میذارم که 4 روز در هفته به اندازه 20 دقیقه زبان بخونم. یه روز کارم زیاده، یه روز حوصله ندارم، یه روز 1000 تا اتفاق افتاده، چیکار میکنم؟ آیا زبان نمیخونم؟ اوکی، زبان نمیخونم. اما من به این فکر نمیکنم که وای من زبان نخوندم. من به این فکر میکنم که اگر من امروز 20 دقیقم رو نخونم فردا مجبورم 40 دقیقه بخونم. یا اصلا اینو بذاریم کنار، به خودمون استرس ندیم. اگر من امروز 20 دقیقه زبانم رو نخونم من نمیتونم مدرکم رو بگیرم. من 2 ماه آینده نمیتونم به اون لیمیت، به اون حدی که مشخص کردم برسم. من توی 6 ماه آینده به اون حدی نمیرسم که مدارکم رو بدم برام ترجمه کنن. من توی 1 سال آینده اون کورسی که میخوام بردارم یا نمیدونم اون رشته دانشگاهی که میخوام برش اپلای کنم رو بهش نمیرسم. تفکر ضد داشته باشید. اگر امروز این کار رو نکنم به اونی که میخوام نمیرسم. و هر چیزو کوچولو کوچولو کنید برای خودتون. چرا باید ما یهویی حجم زیادی به خودمون کار بدیم و بگیم تو موظفی این کارها رو انجام بدی؟ مطمئن باش 1 روز موظفی، 2 روز موظفی، بعد ولش میکنی. نه اصلا موظف نیستم. کی گفته؟ حالا 1 روز استراحت کنم. استراحت حق آدمیزاده. بله استراحت حق آدمیزاده، ولی به شرطی که تو قبلش به اندازه کافی تلاشاتو کرده باشی. نه اینکه 3 روز داشتی استراحت میکردی روز 4م یک استراحت زیبا داشته باشی. چه استراحتی؟ این اصلا معنی نمیده برای تو. پس به عنوان کسی که تا الان فکر میکرده آدم عملگراییه
و یه چیز صاف خورده تو صورتش و گفته نه عزیزم شما عملگرا نیستی، خیلی هم کمالگرایی، یه نگاه پروژه‌های ناتموم بنداز، یه نگاه به کارهایی که میخواستی شروع کنی و همش دنبال بهونه بودی بنداز، اصلا هم آدم عملگرایی نیستی، آدم کمالگرایی هستی. به عنوان اون شخص میخوام بهتون بگم که شروع کنید. تهش چی میشه؟ خراب میشه. تهش چیه؟ به جایی که یه ممبر بهت اضافه بشه یه دونه کم میشه. تهش مگه چیه؟ ویدیو یوتیوب میذارم خوب نمیشه. اوکی. میخوام شروع کنم زبان خوندن ولی نمیتونم خوب صحبت کنم. اوکی. میخوام شروع کنم ورزش کردن ولی هنوز نتونستم اون میزانی که میخوام لاغر بشم. اوکی. ما باید به این نتیجه برسیم که این که من بشینم دستمو بذارم رو دستم، پامو بذارم رو پام، هیچ کاری از پیش نمیره. ولی اینکه الان من برم کتابمو باز کنم، حتی یک خط، حتی نمونه سوال، حتی صورت سوال رو اگر بخونم، قطعا یه چیزی به من اضافه میشه. اگر به این نتیجه برسیم که تا بشینم شرایط اوکی بشه بعد شروع کنم، نه، هیچ وقت شرایط اوکی نمیشه. آدمیزاد همیشه دنبال اینه که جا خالی ها رو پیدا کنه، همیشه دنبال خلأ میگرده. میخوام زبان بخونم ولی الان میز کارم تمیز نیست. میخوام زبان بخونم ولی الان خونه خیلی سر و صداه. میخوام زبان بخونم ولی الان خیلی گشنمه، یه چیزی نخوریم، یه چیزی سفارش ندیم. میخوام زبان بخونم ولی الان دیر وقته. میخوام زبان بخونم ولی سنم دیگه رفته بالا، بعید میدونم بتونم. ما نباید دنبال خلأ بگردیم. و چیزایی که دارم میگم چیزایی نیست که بخوام شعار بدم، چیزایی که توی این چند روز که داشتم فکر میکردم که آیا من آدم عملگرایی هستم یا آدم کمالگرا و حالا چی کار کنم براش، چیزایی بود که به ذهنم رسید و من الان یه قدم برداشتم. من الان دارم با شما صحبت میکنم و اولین ویدیو یوتیوبم رو دارم درست میکنم. پس من قدمم رو برداشتم و خوشحالم از این بابت و به نتیجهش فکر نمیکنم. چرا نتیجه برام خیلی مهمه. واقع بینانه بخوام بگم، راست بگم، نتیجه خیلی برام مهمه، خیلی مهمه. اما اگر بخوام فقط رو نتیجه تمرکز کنم الان اینو ضبط نمی‌کردم. اینو مطمئنی. پس بهتون پیشنهاد میکنم که شروع کنید و اصلا مهم نیست که چه اتفاقی میفته. حداقلش اینه که شرمنده خودمون نمیشیم و حداقلش اینه که با خودم میگم من تلاشمو کردم دیگه، حالا ببینیم دنیا برامون چی میخواد. این نصیحت از من به شما اینجا بمونه.